اسرار عاطفیت رو دختر خانم حتی به دوست صمیمیت هم نگو. دخترها و پسرها جنس رفاقتشون هم با هم دیگه متفاوته. پسرها جنس رفاقتشون مرام معرفتیه، مردونگی وسط میذارن، از خودگذشتگی میکنن، ولی در مورد دخترها فرق داره. در رفاقت دخترها با هم دیگه رگه های از رقابت و رگه های از حسادت شدید وجود داره. به خاطر همینه میگیم دختر خانم اگر رابطه خوبی با پارتنرت داری، اگر رابطه خوبی با نامزدت داری، نشین زارت و پورت رابطت رو برای حتی دوست صمیمیت هم تعریف نکن. مهدی تولدم این کارو کرد. مهدی با همه مردا فرق میکنه. اگر فرد و روز کارت عروسی مهدی و دوست صمیمیت اومد دم در خونت، نشین دو دستی نزن تو سر خودت، چون من بهت گفته بودم. میگه اگه مهدی انقدر خوبه من چیم از دوستم کمتره که مهدی مال من نباشه. ولی در مورد پسرها این کاملا متفاوته. اگر دو تا پسر از یه دختری خوششون بیاد و با هم دیگه رفیق باشن، یکی میگه که ببین حسین من با اینکه از این دختر خوشم میاد ولی به خاطر تو ازش میگذرم، مرامم اجازه نمیده که رفاقتمون به خاطر یه دختر خراب بشه، برو مال تو. پسرها جنس رفاقتشون این شکلیه، مرام، معرفت، از خودگذشتگی.